پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیثی که در مسند امام احمد است میگویند لا تقوم الساعه حتی یتباهى الناس فی المساجد. روز قیامت فرا نمی رسد تا زمانی که مردم با مسجدهای خود فخر کنند، با عدد نمازگزاران نه، با اینکه در این مسجد یک عالم درس میدهد نه، با اینکه در این مسجد قرآن خوش رو خوانده می شود نه، با زیبایی مسجد، با مناره های مسجد، با دیوال های رنگ و برنگ مسجد. و این هم یکی از نشانه های قیامت است. پیامبر صلی الله علیه و سلم از اشراط ساعه گفتن، یعنی از نشانه های قیامت گفتن. این چی؟ از حد زیب و زینت دادن یا زیب و زینت مسجدها و اون را مثل عبدالله ابن عباس میگویند کلیساهای یهود و نصرانی گردن که با این رنگ و با اون رنگ. و درباره مسجدها خواهران عزیز، زیب و زینت دادن مسجدها تقریبا در تمام دولت‌های اسلامی وجود دارد. کاش زیب و زینت مسجدها خیلی گفتم با علما میشد، با درس ها میشد. چند سال پیش بود در تاجیکستان این همه یک به حد مسجدی کلان ساختن، گفتن در یادم نیست امام اعظم است نامش چی است، در دوشنبه. اور خیلی بزرگ است، خیلی زیبا است، اما به کی لازم مسجدی که در داخلش یک عالم از کتاب الله صحبت نکند، یک عالم از صاحب مسجد خداوند یگانه صحبت نکند، یک عالم از حق و حقوق مسلمان ها صحبت نکند. در داخل مسجد ها گپ همیشه از قصه و از افسانه و نمیدونم از گپ هایی که به درد هیچ مسلمان نمیخورد باشد. و این زیب و زینت مسجد ها به یگان امت فایده ندارد تا زمانی که مسجد همان گونه که در زمان پیامبر بود، مسجد هم جای مجلس بود، هم جای تدریس بود، هم جای مشورت بود، هم جای یا مکان دائمی علما بود، تا به همان شکل خود برنگردد. از مسجد های زیاد و از زیباگی های مسجد و رنگ و برنگ و نمیدونم مناره های 6 تا 7 او به کسی فایده نیست. و حضرت عمر میگویند وقتی که مسجد پیامبر رو کمی ترمیم کردن یا گفتیم مسجد پیامبر رو بازسازی میکردن، گفتن مسجد رو چنان بکنید که باران به سر مردم نریزد و خیلی احتیاط شوید که مسجد رو سرخ و زرد نکنید فتفتن الناس و مردم به فتنه گرفتار شوند. به جای اینکه در نمازشان یادشان به الله آید، یادشان به زیب و زینت این مسجد رود و خدا رو فراموش کنند. و از سبحان الله از یکی از سبب‌های هلاک شما میگویند پیامبر صلی الله علیه و سلم زیب و زینت دادن مسجدهایتان. پیامبر میگویند